پیامدهای ایمان یا نقش دیگه که ایمان در زندگی انسان داره، انسان را هوشیار میسازه. انسان در اعمالش هوشیاری پیدا میکنه. هوشیاری در اعمال چی است؟ که مطابق هوای نفس خود باز کار نمیکنه. بازیج تقوا را در نظر میگیره. و تقوا انشاءالله سرش بحثای زیاد خواهد داشتیم. پیامبر علیه السلام از تقوا پرسان کردن و تقوا چی است؟ پیامبر علیه السلام گفت که در یک میدان که خار باشه. در چه رقم میری؟ پیامبر خودش تمثیل کرد. گفت چه قسمی راه میری که خود از خار و خاشاک نگاه میکنی، با این شکل شما متوجه شوی؟ بلا تشبیه اینجا خار باشه. پیامبر خود تمثیل کرد، گفت تقوا این همیشه که در یک جای خارزار باشه، تو پاچوی تا بلند میگیری و همین شکل احتیاط کردن میری. پس تقوا این